تعمیر جاری مؤسسه‌های تعلیمی در شهر لیوکان از اول ماه روان آغاز یافته قسمت درونی بیشتر بیناها در حال انجامیابی قرار دارد. با مقصد سریع وقت از تعمیر با صفت برآوردن مؤسسه‌ها از جانب مقامات محلی و والدین خوانندگان مبلغ‌های ضروری پرداخت گردیده این تدبیر با وسعت جریان می‌گیرد. در لیسه دولتی رقم 1 کارهای تعمیری در سینخانه‌ها پورا به آخر رسیده، نصب شیار و آویزه‌ها و جابجاگذاری میز و کرسی‌ها رفته ایستاده است. طور مشاهده گردید برای با صفت انجام دادن کارهای تعمیری گروه کاری مقامات محلی در همبستگی با بخش معارف از جریان همروزه آن با خبر گشته جهتی برطرف سازی کمبودی‌های جای داشته تدبیرهای سری وقتی می‌اندیشند. مورد به ذکر است که این مسئله در مؤسسه‌های تعلیمی شهر لیوکان تعمیر جوری مؤسسه‌ها با مرام ادامه دارد. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکان سبب بودجه محل و شخصان سخاوتپیشه اینچنین با کمک والدین تعمیر علاقه در سطح خوب برای مانده شده است. فراهمگردانی شرایط تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی به خاطر بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان روانه شده در شهر لیوکان به این سمت توجه خاصه ظاهر می‌گردد. مؤسسه تعلیمی رقم 15 در دوران صاحب استقلالی مملکت بنیاد گردیده است که دارای صنفخانه‌های برهوا و مجهز با اشیا و تجهیزات معاصر میباشد. صفت تعمیر صنفخانه‌ها جوابگو به طلبات دور انجام داده شده است که در این تدبیر برابر مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سهم کمیته پدر و مادران نیز زیاد است. طبق اطلاع در شهر لیوکان 17 مؤسسه تعلیمی موجود است که امروزها روند تعمیر جاری در همه آن با مرام ادامه دارد. مؤسسه تعلیمی رقم 1 نوابسته به آنکه سالهای زیاد فعالیت می‌نماید همساله با گذراندن تعمیر با صفت استواری بناهای تعلیمی در حال خوب قرار دارد. امسال نیز با کمک والدین و صاحبکاران روند تعلیم در صنفخانه‌های مؤسسه مذکور در سطح بلند صورت گرفته تلاش دارند که تا آخر ماه جاری کارهای تعمیری را پورا به انجام رسانند. همزمان در این مؤسسه به خاطر زبان آموزی خوانندگان درس‌های علاوگی از زبان انگلیسی به راه مانده شده است که خوانندگان به این واسطه می‌توانند سطح زباندانی خود را بهتر نمایند. در زمینه دستور و هدایت‌های آبادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد بهتر گردانیدن شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس یک گروه جوانان دهه گرداندهی جماعت دهات گلستان که ختم کرده مؤسسه تعلیمی رقم 6 میباشند تصمیم گرفتند که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی مؤسسه مذکور را پورا از نوسازی نمایند. عین زمان کارهای ساختمانی در بناهای مؤسسه با مرام ادامه دارد. در دایره آمادگی‌ها و سال نو خوانش جهت تامین خوانندگان با سر لباس مکتبی در شهر لیوکان کارخانه‌های دوزندگی طبق شهرنامه و دوخت سر لباس یگانه مشغول میباشند. کارگاه دوزندگی مدینه همساله با مقصد سریع وقت دسترس نمودن سر لباس مکتبی از روزهای اول تعطیل خوانندگان با آماده کردن لباس‌های فرموده با استفاده از متاح‌های صفتاً اعلی طلبات مؤسسه‌های تعلیمی را قانع می‌گردانند. از مؤسسه‌های تعلیمی از هر یک کدامش به طور حسابی 500 دونه 600 دونه در عموم 1400 دونه ما شهرنامه بستگی که امسال میتوانیم که نیمی انا همین رو ما علاقه تیار کرده ایم. متایی که ما میوریم از کجا آورده دوخته تیاری دیده چونکه میزوجان هر یک کدوم اینا میره سنجش کرده پس اون میگیرند و هر یک کدوم اونو کمال بخش از ما هستند روزی هستند. همزمان در این کارگاه با اکثر جوان دختران نازکی‌های کسب دوزندگی آموزانیده می شود که آینده بهر پیشبرد روزگارشان مساعدت خواهد نمود.